حکایت کوتاه پندآموز از بهلول عاقل. به بهلول گفتند تقوا را توصیف کن. گفت اگر در زمینی که پر از خار و خاشاک باشد مجبوری به گذر شوید چی می کنید؟ گفتند پیوسته مواظب هستیم و با احتیاط راه می رویم تا خود را حفظ کنیم. بهلول گفت در دنیا نیز چنین کنید، تقوا همین است. از گناهان کوچک و بزرگ پرهیز کنید و هیچ گناه را کوچک مشمارید. کوه‌ها با آن عظمت و بزرگی از سنگ‌های کوچک درست شدند. امیدوارم که این ویدیوی کوتاه پندآموز مورد توجه و استقبال شما عزیزان و سروران گرامی قرار گرفته باشد. پس لطفاً کانال زندگی ماندگار یعنی کانال خودتان را لایک، کامنت، شیر و سابسکرایب نمایید. دکمه زنگوله را هم در حالت آل قرار دهید تا از ویدیوهای جدیدی که من منتشر می کنم مطلع شوید. یاهو!